ما بحر دلشناسان شعر و ترانه هستیم، بحر نواشناسان چنگ و چغانه هستیم. گویند شاعری خوب فرزند دور خویش است، بحر زمان شناسان ما خود زمانه هستیم. ما کوه زاده اما دلهای نرم داریم، در تنگنای کوهی دل بیکرانه هستیم. گر رودکی دیه ما بر بحرها نریزد، دریای دلخروشان ما خود روانه هستیم. آنقدر هم جدید و آنقدر هم قدیمیم، گاه حقیقتی کل گاه فسانه هستیم. از ماست سربلندی، از ماست نیز پستی، گه آسمانه هستیم گه آستانه هستیم. آن هفت مرد شاعر چون هفت دادرانند، زیانها چون آسمانی هفت آشیانه هستیم. السلام علیکم تماشابینان ارجمند. اینک برنامه های تلویزیونی سیمای شهر پنجکند ادامه دارد. حالا میخوایم درباره شش مقام گفته باشیم. جهانی تاجیکان در شش مقام است. از این لحاظ تاجیکان از قدیم گرویش به صنعت و صنعتوری داشتند و صنعت در کمالات معنوی خلق فرهنگ پروری ما نقش بغایت بزرگ داشته است. عموماً صنعت به یک جزء مهم حیات تاجیکان تبدیل یافته و زینت بخش روزگار ایشان گردیده است. صنعت خلق تاجیک خیلی دیرین و رنگین است و نمایندگان معروف و برجسته دارد. یک بخش صنعت تاجیکان را شش مقام تشکیل می دهد. درباره این ثروت معنوی خلقمان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان چنین گفتند: شش مقام داستانی محتشم سفت و کلام است که در نواهای آن بهترین و عالیترین آرزو و پندارهای نیکی اجدادان ما تجسم یافتند. پیر و جوان احساس شان و شکوه استقلالیت تاجیکستان معوا گرفته است. در دست هر فرد تاجیک پرچم مجلای وطن، در سمش سرود ملی، در دلش نیت باز هم آباد نمودن کشوری عزیزمان تنتنه دارد. ما کنون به خاطر باز هم بالا برداشتن سطح خویشتن‌شناسی و ذوق زیبایی پرستی مردم تاجیک، بهترین نمونه های میراث بای بدیعی استتیکی اجدادانمان را احیا و ترغیب می نماییم که شش مقام در این میان موقع مهم دارد.
شام زده شام نداند بر دفتری دلهازی چی مستر زده بر دفتری دلهازی چی مستر زده تاریخ گواه است و خود نامش هم ثابت می سازد که شش مقام مال اصلی و ثروت والای تاجیکان است و در منطقه های گوناگون آسیای مرکزی رشد یافته تدریجاً در بسیار مملکت های اطراف پذیرفته شده است. آن 100 ساله هاست که محفل و جشنواره ها، همایش های تنتنوی و معرکه های مختلف را شکوه می بخشد، دلها را تسخیر می کند و هنر و صنعت نفیس خلق تاجیک را ترغیب می نماید. دلم را آرام جانه مانند فرهاد
دلم را آرام جانه مانند فرهاد یک پهلوانه طاقت ندارم یک لحظه بی او در سینه عشقی آن مهربانه در سینه عشقی آن مهربانه سردی فتادم در میانم آمدی هجرش بر دهانه دور گشت از من یاری قرینم در آتشی غم داغم فغانه در آتشی غم داغم فغانه تنها و مسکین خار و زبونم بی هستی آن پیوند جانه امداد بخواهم چون عاشق زار آیل شفقت من ناتوانه آیل شفقت من ناتوانه شاید که فهمد آن یاری گم را تا باز بیاید یاری عزیزم در عالمی دیر دیدم مکانی در عالمی دیر دیدم مکانی. در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان شش مقام اعتباری بیشتر پیدا کرد و همه طرفه تکامل یافت. بهر گسترش شش مقام تدبیرهای زیادی اندیشیده و کارهای مهم سامان بخشیده شدند. از جمله کتاب شش مقام و نخستین انسیکلوپدی شش مقام تهیه و نشر گردید. در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه سیمپوزیوم بین المللی شش مقام برگزار گشت. مهمتر از همه سال 2003 شش مقام به صفت یکی از شاهکاری های موسیقی جهانی به فهرست یادگاری های غیر مادی یونسکو وارد کرده شد که این در قطار دیگر عامل ها دلیل برجسته در عرصه جهانی اعتراف شدن فرهنگ غنی کسبی خلق تاجیک نیز می باشد. زی خاکی پای تو بر دیده خوب
توتیا کردم. برای دل فقط عشقی تو را من متکا کردم. برای دل فقط عشقی تو را من متکا کردم. من از جوری تو می نالم بهاری، من ترحم کن که با این شادی دل انتها کردم. ترحم کن که با این شادی دل انتها کردم. جهان را جای شادی و غمی انسان بنا میدن، غم و شادی عالم را درونی سینه جا شادی عالم را درونی سینه جا کردم. مرا با یاد تو شوق بود در دل بسا محکم. خیالت را پرستم، دشمنت را زیر پا کردم. با عالم تا محبت هست یاران، در امان باشه من با شعری انصاری شما را آشنا کردم. زی خاکی پای تو بر دیده خود توتیا کردم. یارم یارم. چنانه که گفتیم شش مقام در عالم معنوی خلق تاجیک جایگاهی برجسته دارد تا به سطحی که شاعر فرموده جهانی تاجیکان در شش مقام است. این شاخصر مرغوب موسیقی در تربیت نسل نورس نیز نقش مؤثر دارد. آن جوانان را به دنیای نفاست و زیبایی می کشد. آنها را در روحیه خویشتن‌شناسی و تمدن پروری تربیت می نماید، به کار و فعالیت پربرکت هدایت می کند. ای شوخ چشمی نازنی
میلی جفا داری چرا؟ جبر و ستم بر حال من زینسان روان داری چرا؟ با ما کی در راهی وفا یک رنگی عشق می سنم بیگانه گردی از چی رو خود را جدا داری چرا؟ از نگاهت خند است چشمت تمام می چکد از نگاهت خند است چشمت تمام می چکد از بری رویت گلابو از رخت می چکد از بری رویت گلابو از رخت می چکد خواستم در دل پیاس گردی سرت کردم خدا خواستم در دل پیاس گردی سرت کردم خدا آهی حسرت دلی سچاقی تا گل می چکد آهی حسرت دلی سچاقی تا گل می چکد شمسی خواهد خانه من یا ماهی تبان خانه من شمسی خواهد خانه من یا ماهی تبان خانه من مرهمی دل خانه من یا راحت جان خانه من مرهمی دل خانه من یا راحت جان خانه من جوهری یکدانه در بازار حسن افتاده ای جوهری یکدانه در بازار حسن افتاده ای یا فرنگی زاده ای یا ماهی کنان خانه من یا فرنگی زاده ای یا ماهی کنان خانه من شمسی خواهد خانه من یا ماهی تبان خانه من شمسی خواهد خانه من یا ماهی تبان خانه من مرهمی دل خانه من یا راحت جان خانه من مرهمی دل خانه من یا راحت جان خانه من یارا زیبایی تو دیدن مزه دارد یارا زیبایی تو دیدن مزه دارد روزگاری شیرینی تو شنیدن مزه دارد روزگاری شیرینی تو شنیدن مزه دارد هر کس که تو را بگیره یک شب به کنارش هر کس که تو را بگیره یک شب به کنارش در سینه تو را سر گرفتن مزه دارد در سینه تو را سر گرفتن مزه دارد یارا زیبایی تو دیدن مزه دارد یارا زیبایی تو دیدن مزه دارد روزگاری شیرینی تو شنیدن مزه دارد روزگاری شیرینی تو شنیدن مزه دارد شب نیمه شده است و من هنوز بیدارم شب نیمه شده است و من هنوز بیدارم چون تبکی رمیده بر سری دیوارم چون تبکی رمیده بر سری دیوارم گم شد جگرم با سیاه میمالم گم شد جگرم با سیاه میمالم از درد دلم خبر ندارد یارم از درد دلم خبر ندارد یارم شب نیمه شده است و من هنوز بیدارم شب نیمه شده است و من هنوز بیدارم چون تبکی رمیده بر سری دیوارم چون تبکی رمیده بر سری دیوارم یارم یارم در همان بیمارم یارم یارم در همان بیمارم مجمورده تو یکی بر سری دیوارم مجمورده تو یکی بر سری دیوارم یارم یارم در همان بیمارم یارم یارم در همان بیمارم مجمورده تو یکی بر سری دیوارم
البته در شش مقام افکاری مهم و رنگین و سازنده مردم ما افاده یافته است و هنگامی که موسیقی های آن صدا می دهند کس به عالم زیبای معنوی رجوع می کند و لذت و حلاوت می برد. خلاصی کلام جهان تاجیکان در شش مقام است. چند با اهل طرب دست دراش کنید، چند با اهل طرب دست دراش کنید. خونی من ریزی و می با دیگران نوش کنید، خونی من ریزی و می با دیگران نوش کنید دادن. دوش گفتی که به تیغی ستمت خواهم کشت، می شوم کشته چرد آن سخن گوش کنی یارم. می شوم کشته چرد آن سخن گوش کنی دادم. همه کس را بیگذاری با سخن در مجلس، من چو پیدا شوم از باری چی خاموش کنی هرچی گویا دیگری از دل و جان گوش کنه دادم. جان خدمتی آن سری قبا پوش کنی یارم، تا با جان خدمتی
هم سروی قبا مشک میه داده. тамошобинони азиз, ин буд барномаи имрӯзаи мо. бо шумо будам муаллиф ва ровии барнома майсара тиллоева. то барномаҳои минбаъдаи телевизиони симо, хайр азизон.